بعضی چهره‌ها نه با فریاد، با آرامش موندگار میشن. آدمایی که حضورشون مثل نوریه که بی سر و صدا روی دل تماشاگر میتابه. جمشید صدری از اون بازیگراییه که با یه نگاه، یه جمله، یه نسل رو برد به خاطرات. از مدرسه رسای مجید تا قاب‌های موندگار آتش دل. او یکی از ستون‌های بی‌ادعای هنر اصفهان، مردی که نقش‌هاش با زندگی مردم گره خورده. امشب قراره با او از مسیر، از صبر، از موندن بپرسیم در نقطه هنر. جناب آقای صدری به نقطه هنر خیلی خوش اومدید. متشکرم، خیلی ممنون. ممنونم که دعوتمون رو پذیرفتین و در کنارتون هستیم. باعث افتخار ماست. آقای صدری، جرقه بازیگری در شما از کی شکل گرفت؟ بیشتر کسانی که به هنر نمایش روی آوردند، اون جرقه اولیش در مدرسه خورده. ما هم از مدرسه شروع کردیم. یعنی من دبیرستان صائب بودم که یه فعالیت هایی شروع کردیم اونجا و جزء دانش آموزای به اصطلاح شیطون مدرسه هم بودیم. همیشه یه گروه بودیم که گوشه مدرسه تو زنگای راحت و به اصطلاح مواقع تفریح یه کار نمایشی میکردیم، سریالی پشت سر هم، که خدا رحمت کنه آقای کیوان که ایشون در این حالی که موافق نبود ولی زیادم به این کار ایراد نمی گرفت. شاید اولین کار صحنه‌ای که ما کار کردیم اون زمان یک کاری بود به نام کوروش. حالا ما حکم سربازی رو داشتیم که در واقع به اصطلاح از وطن دفاع میکرد. اینجوری شروع شد. بعد ما یه استادی داشتیم که اون وقت یادمه تو خیلی از مدارس در دوره متوسطه مربی تئاتر داشتیم. یادش بخیر عبدالجواد زاهد مربی ما بود تو همون دوران دبیرستان صائب. تلاش میکرد که به اصطلاح ما یه آدم بسازه در واقع در زمینه هنر. کار اینجوری ادامه دادیم. سال 1350 یه جشنواره‌ای بود به نام جشنواره دکلمه و فن بیان. این جشنواره اون سالها با مدیریت 3 ارگان برگزار میشد. آموزش پرورش بود، رادیو بود و ارشاد ملی. اون وقت میگفتن ارشاد ملی. اون سال ما زوجی هم بود. مثلا دختر و پسری وارد صحنه می شدیم و تکیه‌ای از شاهنامه رو هر دو به اصطلاح می خوندیم، بازی می کردیم. اون سال من منتخب این جشنواره شدم، سال 50. البته قبلش هم دوران مدرسه و دبستانم یه کارایی می کردیم. اصلا تو ذاتمون بود زمینه‌های نمایشی. بعد از این به اصطلاح جشنواره یه معرفی نامه به من دادن برای رادیو. مثلا خود مدیر اون رادیو ایشون حتی بلند شد وقتی من وارد اتاق شدم، دست داد به من و صورت منو بوسید و گفت که امیدوارم که بتونی آینده خوبی برای خودت رقم بزنی. اولین کار نمایشی هم که به اصطلاح به صورت رسمی کار کردیم، یادمه که خدا رحمتش کنه اسطوره هنر نمایش و رادیو های نوذری تشریف آورده بودن. یه نمایش بود، اینو 2-3 روز هم بیشتر چیز نبرد و کار کردیم و من نقش آدم محسنی رو اینجا بازی کردم. در واقع میشه گفت که اینجا اون زمینه های عاشقانه هنر در من شکوفا میشد مرتب.
اما خب تو رادیو نذاشتن ما بمونیم، یعنی یه جوری که ما را رد کردن. یه پاسبانی بود آقای نصر، استواری بود. این حتی منو کتک زد که دیگه پاد اینجا برسه قلم پاد خورد میکنم. به رادیو؟ بله، تو محیط رادیو اومدیم، ولی خب کارهای نمایشی را کم و بیش دنبال میکردیم، ولی رادیو رو دوست داشتم، خیلی برام مهم بود. یه دوستی داشتم در رادیو به نام آقای رضا زاده که ایشون دنبال من بود و به هر شکل گفت من نمیذارم تو از دست بری. یه برنامه‌ای داشت ایشون به نام عصر روز تعطیل. تو این عصر روز تعطیل تکه‌های نمایشی رادیویی ضبط میشد که بعضا 4 تا 5 تا نقش رو میگرفتیم کار میکردیم و این برای ما خیلی دوست داشتنی بود. یه نمایشی به نام در اوج آسمان بود، نمیدونم چی بود، با آقای رضا زاده کار کردیم که من خلیفه رو بازی میکردم، حکیم باشیرم بازی میکردم. یعنی اینا تکه که میدونید نقشا ضبط میشه و بعد تو کنارم چیده میشه. خیلی کار قشنگی بود. آقای سلطانی مثلا 2-3 تا نقشه خیلی قشنگ رو بله کار کردم. میرفتم 3 روز در هفته تهران برای کلاسای بیمه که خدا رحمتش کنه. این کاری بود که استاد ارهام برای من کرد و من معرفی کرد به بیمه. تو ماشین که داشتیم، تو اتوبوس که میرفتیم، راه شب را آقای نوذری اجرا میکرد. برنامه خیلی قشنگ و دوست داشتنی بود. یه وقت گفت که یه نمایشی هست که از بچه‌های اصفهان به دستمون رسیده. موقعی که با اتوبوس داشتیم میرفتیم همونطور که ما تو اتوبوس میرفتیم و من توجهتون رو به این نمایش جلب میکنم و بعد راجع بهش صحبت میکنیم. هارمون رفت و اینا، دیدم به کار شماست. خلیفه یه بابایی بغل دست من نشسته بود، خیلی جالب بود. گفتم که این نمایش رو ما کار کردیم، این خلیفه منم. اینا به این گفت بله بله. ریشخند و تمسخر. خب کات خورد. بعد من خلیفه که حالا رفت از قصر بیرون اینا، اونجا آقای سلطانی بازی خیلی قشنگی بود میومد که چه خبر است اینقدر چرا چراغونی است اینجا، میگه اینجا حرف است برق و اینا نیست. بعد من به اصطلاح مقابلش حالا حکیم باشی بودم چی بودم صحبت کردم، گفتم اینم منم به اون بابایی. گفتم من تو این نمایش 3 تا نقش بازی کردم. اون این ما رو به سخره گرفته بود. این ما رو گوشت سر کار. بعد گفت که شما چهرت به هنرپیشه‌های جهانی هم میره، شما کاری خارجی هم کار کرده. گفتم اتفاقا من با یه فیلم سینمایی بود در اصفهان، آقای آنتونی کوین اومده بودن به نام کاروان ها، منم اونجا یه نقشی دارم. این دیگه گفت این آدم دیوانه از خود راضیه، به راننده بابا جا منو با این عوض کن، این داره منو دیوانه میکنه. با خاطره خیلی جالبی بود. ولی بحث این بود که اونجا کار رادیویی برای من خوب دوست داشتنی بود. اومدیم و بعد از اینجا ما منتقل شدیم به شهر کرد. البته عنوان معلم، چون من رفتم اینا من معرفی کردن به آموزش پرورش، معلم شدیم و رفتیم شهر کرد و رئیس رادیو اون وقتی که به اصطلاح اینجا کار می‌کردیم آقای رجایی بود. وقتی رفتم شهر کرد و در واقع آموزش پرورش شدم، یه بار تو جلسه تو اداره آموزش پرورش رجایی رو دیدم. گفت که اینجا چی کار میکنی؟ گفتم من آموزش پرورش اینجا. گفت پس چرا نمیای رادیو؟ گفتم من نمیدونستم من اینجا هم رادیو داره. آره. گفت من اینجا مسئول رادیو. منو برد رادیو. 7 سال من رادیو شهر کرد فعالیت میکردم. برنامه اونجا حالا اصفهان برنامه جهاد داشتیم و بعد شد روستاییان. اونجا برنامه کشاورز بود گویا
که اونجا می‌نوشتم اجرا می‌کردم و کار قشنگی بود. 3-4 تا برنامه دیگه هم کار کردیم. فرنگ مردم بود که میرفتیم تو مناطق روستا، فرهنگ منطقی رو بررسی می‌کردیم، آداب و رسومشون رو. بعد از اونجا من اومدم منتقل شدم اصفهان. نمایش داشتیم به نام شاهزاده و گدا که البته این مال مارک توین بود. آداپته شدهش رو این دوستمون آقای خسروی آداپته کرده بود و در واقع این کار کردیم. منم جدو زتا نقش بازی میکردم. آقای پور احمد آمدن یه نمایش دیدن. حالا این جرقه شروع کار با آقای پور احمد بود. خیلی دوست داشت. بعد گفتن که ما یه مجموعه داریم میسازیم، نقش مدیر این مجموعه را داریم برای شما در نظر میگیریم. حالش رو داری؟ گفتم مثلا باور نمیکردم از خدا میخوام. خلاصه اومدیم و تو همین مدرسه حلبیان کار شروع کردیم و مدیر مدرسه را در واقع اینجا کلید زدن رو کار کردیم که فیلم صبح روز بعد بود. زمینه کار با آقای آزادی پیش اومد، رضا آزادی که آدم بسیار علاقه‌مند و تلاشگری ایشون، همسر خانم بهزاد و اینجا هم زمینه‌ای حاصل شد برای بازی در آتش دل. و بعد از این آتش دل رفتیم سراغ فیلم سینمایی نان و شعر، باز با مرحوم استاد پور احمد، خدا رحمتش کنه، روحشون شاد. روحش شاد. نان و شعر کار کردیم و تو همین زمینه آقای نیکخواه آزاد که تو فیلم نان و شعر ایشون همراه و همگام خانم طاهرپور بود که تهیه کننده فیلم بودن. من دعوت کردن برای فیلم سینمایی علی و دنی که فیلم بین المللی بود. در واقع میشه گفت انگلیس و ایران بعد از این سریال پرواز قدیر بود و دیگه شد تا 16-17 تا مجموعه رو کار کردیم و خب اینجا شد 4 تا سینمایی داشتیم با آقای پور احمد، 2 تا صبح روز بعد بود، نان و شعر و سریال قصه‌های مجید. و بعد از این هم بحث سرنخ پیش اومد که یه کار ماندگاری بود. سرنخ، من بازی خودم رو تو سرنخ خیلی دوست داشتم به خاطر اینکه روبروی من استاد مرحوم اسکندر رفیعی تلاش میکردن و یه بازی خوبی از آب در اومد. البته لابلاش مسائل زیادی بود، مثلا کار تئاتری زیادی ما کار کردیم، مثلا دانشگاه، گل تئاتر دانشگاه، نمایش حادثه درویشی، کار فوق‌العاده عظیم بود، خیلی با شکوه. سال 56 و اوایل همین سال 56 هم تو، چون من عضو مرکز فرهنگی تلویزیون اصفهانم بودم، اونجا هم چند تا کار تئاتری در مرکز فرهنگی کار کردیم و دیگه بالاخره. استاد صدری در مورد قصه‌های مجید گفتین. برای ما دهه 60 یا قصه‌های مجید خیلی نوستالژیه و حداقل من خودم شاید چند بار این سریال رو تماشا کردم و تقلیدم میکردیم، یعنی هرچی بلاملا یا سر مجید می اومد یا مجید سر بقیه می آورد، ما این کارا رو معمولا انجام میدادیم و برامون خیلی جذاب بود. یه خاطره ای دارید از قصه‌های مجید با مهدی باقربیگی، با آقای جهانبخش سلطانی، با خود مرحوم زنده یاد پور احمد؟ اون صحنه ای که مجید زیر بند ناظمه که حالا میخواد فلک بشه، کفشش کنده و مدیر از در مدرسه در رو میزنه. از همون لحظه که در رو میزنه این تماشاچی با بهت و حیرت داره نگاه میکنه که حالا چه اتفاقی بیفته. مدیر که وارد میشه، من تو سینما انقلاب تهران اینو اصلا برام عجیب بود، تماشاچی بلند شده بود دست میزدن، هورا میکشیدن که مثلا مدیر وارد میشه و میمدیم اونجا. آینانشو بذار توجه کنی. این دانش آموز
کاری خلافی انجام داده است که آقای معاون دستش عصبانی و ناراحت شدن، اما این دفعه به خاطری من میبخشندش. شما هم دقت داشته باشین کاری نکنید که یه همچین وضعی تو مدرسه به وجود بیاد. شما کفشتون رو بپوشین، بقیه هم بفهم برین کلاس. الگویی داشتید برای بازی نقش مدیر در رسای مجید؟ ما تو دبیرستان صاحب یه مدیری داشتیم به نام آقای کلباسی، بسیار مرد دوست داشتنی و مدیری لایق و ارزشمند بود. خدا میدونه چقدر ما این رو دوست داشتیم و بدون اینکه من تصوری تو این قضیه داشته باشم و حالا میلی باطنی در من باشه که برم روی الگوی کلباسی که او رو به عنوان یک چیزی که ازش تقلید کنم برای نقش مدیر در نظر بگیرم، من شده بودم کلباسی. آقای سلطانی هم اون کارای زیرکانه‌ای که میکرد در ارائه نقش ناظم شده بود آقای کیوان. این حرکتی که حالا تو گوش میکنه میتونه یا اون نگاه ها، اینا نگاه های خود کیوان بود. آقای سلطانی هم مگه همون مدرسه بودن؟ آقای کیوان رو میدیدن میشناختن؟ بله با هم تو صاحب بودیم دیگه. ما جزء محصله دبیرستان صاحب بودیم. الانم خوشبختانه یه گرد همایی داریم ماهانه، محصلین دبیرستان صاحب اون زمان دور همی داریم. نمیدونه چقدر عالی، اساتید بزرگی هستن، وکلای درجه یک، پزشکایی بسیار معتبر و آقای سلطانی هم خوب موقع بودند و این کار شکل شما گرفت. آقای کرباسی بودین و ایشون آقای کیوان. آره. بعد این دوتا بزرگوار سریال رو دیدن. آفرین. و بعد چیکار کردن؟ ببینید آقای کلباسی تو یک جلسه ای که بعد به من گفتن، میگفت اینقدر این علاقه من بود و من میگفت صدری داره نقش منو بازی میکنه. آره این خاطره بود از چیز. ولی فیلمی داشتیم، فیلم نان و شعر، که من یه کتاب فروش بودم، در کنارش شاعر بودم، شعر میگفتم، عتیق فروش بودم، عتیق باز بودم، کتابای قدیمی رو دوباره جمع کردم و شوهر خواهر مجید بودم، کمال. فیلم نان و شعر که خیلی بعضی صحنه هاش من واقعا حالا که ببینم گریه هم میگیره. من داستان اگر شما ببینید، کتاب بینوایان رو مجید میاد میگیره از کتابخانه، حالا اون زمان که خانم آقای سلطانی خودش رئیس این کتابخونه رو بازی میکرد و میاد یه کتاب میخواد از تو اتاق این کمال، ناپدری و پدرخوانده‌ش هم چون پیش این داشت زندگی میکرد، کتابا ور میدارد و بینوایان را ور میدارد میذاره زیر اون کتاب، اون کتاب میره کتاب رو تحویل میده و این کتابه که یه چک داره کمال زیر این کتابه، اینو ور میداره. حالا کمال دنبال اینه که این کتاب رو پیدا بکنه و مجیدم چک رو برده. چک مسیری رو طی میکنه بالاخره و قصه قشنگه. اما قضیه اینجا بود که اینجا بیبی میگفت که حالا مثل که رقم 500,000 تومان بود رقم چک، اون وقت هم رقم 500,000 تومان یه چیز افسانه‌ای بود. بیبی میگفت که چقدر پول چکه؟ خب میدم، من خونه رو میفروشم. که میگه حالا مثلا اگر دود موردم بفروشی پول این در نمیاد. ولی اینجا من وقتی تو اتاق جلوی آینه وایساده بودم با یه فیلیپس داشتم صورتم رو اصلاح میکردم، بیبی وایساده بود تو دهنه در و داشت با من صحبت میکرد.
بدون اینکه من اصلا به این اهمیت بدم توجه دادم که چی دارید میگه، من کار خودمو میکردم، اونم حرفشو میزد. و جالب اینجا بود که سوادی نداشت که این همه دیالوگ رو حفظ بکنه، ولی خب با اون استعداد عجیبی که داشت و مرحوم استاد پور احمد خدا رحمتش کنه اینها رو به ایشون میخوند براش، یک توپق نمیزد. وقتی که این صحنه تمام شد من از مقابل آینه اومدم کنار، بیبی تو دهنه در وایساده بود. ببخشید تمنا میکنم. اومدم از کنار بیبی رد شدم بدون اینکه توجه بهش بکنم، کفشمم همونجا پوشیدم و اومدم تو راه روی خروجی. مهرداد پور احمد وایساده بود. رفتم سینه این دیوار، سرمو میزدم به دیوار و گفتم چه کرد این زن با من؟ چقدر قشنگ اون حسی که واقعا منتقل میکرد دیوانه کننده بود. بیبی چه کرد؟ و هیچ وقت این صحنه از ذهنم خارج نشد و نمیشه واقعا. نمیدونم چی کار کنم. بالاخره یه چیزی بود آقا کمال، یه رای جلو پام بذار، نجاتم بده از این بدبختی، از این گرفتاری خسته شدم دیگه. چقدر سکوت میکنی، چقدر منو با سکوتت آزار میده. بس کن دیگه، یه چیزی بگو. راه جلو پام بذار. خداحافظ. کمال استاد صدری، شما در زندگی معلم بودید و در جلوی دوربین بازیگر. به نظرتون این دوتا نقش که در زندگی و بازیگری جلوی دوربین داشتین کجاها به هم نزدیک می شدن و کجا از هم دور می شدن؟ معلمی برام عشق بود. زندگی کردن با بچه هایی که حالا می رفتیم به عنوان معلم سر کلاس، در حالی که بعضا حس می شد که اونا معلمن و دارن منو آموزش میدن. علاقم به آموزش پرورش طوری بود که بارها اتفاق افتاد که من آقای رجایی که رئیس تلویزیون بودن تو شهر کرد، ایشون چند بار به من گفتن که الان تو فرصت هست بیا تا کار انتقال انجام بدیم. گفتم نه، من کار معلمی رو رها نمی‌کنم، ولی این کارم پیش بیاد انجام میدم. حتی یادمه اون وقت من رادیو همون برنامه‌ای که با آقای رضا زاده داشتم، عصر روز تعطیل، یه ناگرا دستم بود همیشه تو مدرسه و بچه‌هایی می‌دیدم حالا اینا مستعدن، اینا را جمع می‌کردم یه گوشه و اون خورده نمایش‌هایی که حالا بود با اینا کار می‌کردیم. معلمی برام ارزش بود و این که شما فرمودید که تداخل این دوتا، سعی کردم که کاری که در تلویزیون حالا بهم پیشنهاد میشه و نصیبم میشه و قسمتم میشه و روزی من میشه، در واقع اونم کار آموزشی باشه. مثلا شما نگاه بکنید قصه های مجید کار 100% آموزشیه. درسته من اونجا مدیرم ولی خود کار یه کار آموزشیه. دقیقا. و پور احمد داره آموزش میده، شیوه صحیح آموزش و پرورش و یا مسائل دیگر رو. بله این تداخل بود، ولی من این رو تفکیک کرده بودم. معلمی جایی خودش داشت و کار بازیگری هم. شما کارهای ملی هم بازی کردین. سریال پرواز قدیر یه کار، اونم یه، من اونجا مدیر بودم، مدیر مجموعه بودم که یه قصه قشنگی داشتیم پرواز قدیر که واقعی بود.
2 تا از دانش آموزای هنرستان سروش اون زمان با بهره‌وری از موتور فولکس واگن یه هواپیمایی ساخته بودن که این پرواز میکرد و قصه پرواز قدیر این بود. خب اونم آموزشی بود و مثلا تو کار مولا صدرام خب بالاخره دقیقا اونجا من بازی داشتم. معمولا بازیگرایی که کار ملی انجام میدن به خصوص در اصفهان کاری کرده باشن میرن تهران. شما چرا نرفتین تهران و اصفهان موندین؟ فیلم سینمایی مهریه بیبی اولین حرکتی بود که ما رفتیم تهران و اونجا هم خب توفیق بود که باز با آقای سلطانی بودیم. اونجا که رفتم دیدم محیط من نیست. نمیخوام یه چیزایی باید بگم که نمیشه گفت. دیدم نه تو شهر خودم باشم، اینجا بالاخره کجدار مریض یه کاری پیش میاد میکنیم. نبودم که من معلمم و به کار آموزش پرورش رو انجام میدم و حالا اون وقت خب فرصتی بود که هم تو جهاد کار میکردم. مثلا هفته 3 روز من کلاس داشتم، موظفم 24 ساعت بود، 3 روز با جهاد کار میکردم و اون برنامه رادیویی جهادو داشتم تهیه میکردم و نه دیدم اصفهان باشم انگار برام بهتره و محیط اصفهان رو خصوصا با توضیحاتی که مرحوم استاد ارهام سعد میدادن ما مال اصفهانیم، باید توی اصفهان کار بکنیم، زندگی بکنیم، بعد هم همینجا بیمیریم. بله این بود که خیلی از جوانای الان آقای صدری وارد حوزه هنر میشن، به دنبال شهرتن. شما اون موقعی که کار میکردین به نظر میرسه دنبال شهرت نبودین. ببینید اصلا نبود این چیز. مثلا حالا براتون بگم زیاده گویی هم میشه، ولی ما نمایشایی که اون وقت کار میکردیم برای عشق و علاقمون بود. من یادمه نمایش حادثه درویشی که یکی از بهترین و عظیمترین کارهای نمایشی قبل از انقلاب بود سال 56. ما نه تنها چیزی نگرفتیم بلکه پایان کار آقای نشاسته لیست کارگردان بود، اومد گفت که ما یه هزینه هایی کردیم، کارم کار سیاسیه، کسی کمک نمیکنه. دانشگاه بود اون وقت 300 تومن سهم من شد که بدید که بدم نبگیرم. باریکلا. آره یا کارهای دیگر که میکردیم، مثلا من سال 53 نمایش دیوانه رو کار کردم برای جشنواره کشوری بود، اونجام چیزی نگرفتیم. حتی من میتونم بگم که متضررم شدم. کاری بوده انجام بدید و دوستش نداشته باشید؟ مجموعه‌ای کار کردم به نام کارگاه رشید که با این دوست همکار عزیزمون که ایشون هم فرنگی هستن، آقای ایزدی، کار میکردیم. نمیخواستم، دوست نداشتم و بعدم خیلی از دوستان به من ایراد گرفتن که چرا، چون همون زمان یوسف و زلیخا کار میشد و من باید میرفتم اونجا. همین باعث شد که من مثلا حالا اون دوستانی که ما رو برای نقش تو یوسف و زلیخا دیده بودن گفتن که ما نیاز نداریم. میدونم که دلیلش هم همین کار شد که حالا اون کارگاه رشید طنز بود. طنز بود. یه جاهای اتفاق میافتاد که از دستمون در میرفت و میرفت همون سمت طنز. این نوع طنز ها رو کار نکردم. حتما تئاترای زیادی طنز کار کردیم، ولی در سینما سعی کردم از این زمینه دور بمونم. استاد صدری اشاره کردین به طنز و کار طنز و ظاهرا مثل که یه تفاوت‌های شما براش قائلید که ممکنه یه طنزی باشه، یه مدل کمدی باشه، یه مدل هجویاتی باشه. توی اصفهان گاهن حالا به خصوص در دهه 70 ما یه سری آثار تئاتر داشتیم، سینما چهارباغ در واقع نمایش داده میشد. من خودم رفتم دیدم کارها رو. نظرتون رو بهمون بگین که آثار طنز چگونه بوده، چقدر به کیفیت اصفهان کمک کرده و الان چجوریه اوضاع؟ اگر طنز
اون جامعه واقعی و حقیقی خودش رو بر تن بکنه ناجیه. ولی وقتی طنز پوشش ابتذال به خود میگیره و من سعی میکنم که تماشاچی رو به هر شکل بخندونم، اینجا وارد ابتذال در طنز میشم و ارزش رو از دست میدم. اگر به دیرینه طنز شما نگاه بکنید، تلخک ها، دلقک ها در دربار سلاطین اینا طنازی میکردن، میخندوندن شاه و درباریان را. چه اتفاقات شیرینی در این زمان اتفاق افتاده که این تلخک، این دلقک قتلهایی را باعث شده که بخشیده بشه، مجازات هایی رو باعث شده که بخشیده بشه. طنز رو الان دارید میبینید که نمیخوام خدای نکرده به بچه ها توهین بشه، به دلیل اینکه نیاز مالی بعضی از کارگردان ها و تهیه کننده ها رو میبره سمت گیشه. اینجا گیشه مقدسه، باعث میشه که ابتذال در کار تئاتر به وجود بیاد و لودگی ها جای خودش رو بده به طنز. این طنز مبتذله، در حالی که طنز موقعیت شما نگاه بکنید تو نمایش از پیکنیک در میدان جنگ، عمه خانم وارد محیط جمع میشه که نوش رو ببینه، حالا کلی قصه به خاطر ندارم، چترش رو باز میکنه موقعی که داره بمباران میشه. خب این طنزه. یا فرض کنید شما چارلی چاپلین رو میبینید که داره اون شیوه زیبا و قشنگ طنز رو ارائه میکنه که طنز تلخ ولی دردناک، شما میخندی اما بعد به خودت میگی که واقعا چه دنیاییه، چرا باید اینطور باشه، چرا باید یه آدمی در این حد تحت فشار باشه. که دلم نخواست سراغ طنز برم، نه اینکه بعدم بیاد. ما کار تئاتر زیادی کردیم قبل از انقلاب که همش طنز بود، ولی اینجا در تصویر فرق میکنه. یه مقدار حس کردم چون با بچه ها زندگی کردیم، بچه ها وقتی شما زیاد وارد عالم طنز بشی حرفاتو قبول نمیکنن، با شک و تردید. مثل این که این دوستمون میگفت که من تو خونم با منم برخوردشون اینه که میگن که کدوم قبول کنیم، این رفتار درست بود یا اون رفتار درسته. یعنی واقعا اینجوریه. اما در عین حال من دستشون رو میبوسم، بچه‌ای که دارن کار میکنن، زحمت دارن میکشن، فعالیت میکنن، تلاش میکنن و قابل احترام هم هستن. آقای صدری، یه تعدادی سریال طی سالهای گذشته در ایران ساخته شد که کاراکترهای اصفهانی داشتند، حالا چه بازیگران تهرانی این نقش رو بازی کردن، چه بعضا هم اصفهانی بودن. یه نکته‌ای که داره اینه که اینها گویش و لهجه اصفهانی رو به نظر میرسه خیلی خوب در واقع کار نکردن. شما دیدین این سریال ها رو؟ اون زمان ها برای فیلم یه طناز میخواستن، مثل استاد مرحوم میری که رشتی صحبت میکرد، یا هنرمندان اصفهانی که اصفهانی صحبت میکردن و این رو به عنوان نمک و چاشنی یک کار سینمایی به کار میبردن و در واقع لهجه اصفهان یه چیزی بود در قالب نمکی که بپاشن توی کار هنری سینمایی که مردم بخندن. ببینید قصه های مجید و مرحوم پور احمد انقلابی که در این قضیه کرد و تحولی که به وجود آورد این بود که اینجا دیگه لهجه اصفهانی لهجه طنز شیرین باعث خنده مسخره نیست. مدیری داری که خیلی محکم میاد
کار میکنه، حرف میزنه، اصفهانی حرف میزنه. ناظم توانمندی رو میبینید که میاد وای میسید کار میکنه، اصفهانی حرف میزنه. معلمین دیگر رو میبینید که همه دارن فعالیت میکنن، هم اصفهانی حرف میزنن و این لحظه دیگه از اون حالت طنز و اون پوشش مسخره خنده آوری که مثلا حالا من بعضا به اینا میگم که تقلیدهای صبح جمعه‌ای، مثلا شما تو برنامه‌های طنز رادیویی مثلا حالا صبح جمعه ببینید که میخواد بگه که مثلا اصفهانی حرف زدم، میگه که سیبس، گلابیس، بادنجونس، یعنی هر چی که آخرش سین اومد این میشه اصفهان و این تحقیره. و متاسفانه فیلم های سینمایی و تلویزیونی هم این عصر شما دیدید که یه تیرونو میاد اصفهانی حرف میزنه و مسخره میکنه. مثلا تو زاینده رو چون دیدید واقعا یه آدمایی که استادن، ولی چرا اصفهانی حرف زدی؟ چرا خودت نبودی؟ و واقعا این بد بود. من حالا یه چیزی هم اضافه بگم اینجا که سر یه سریالی کار میکردیم، من آقای محمود پاک نیت بودیم. من کرمانشاهی بودم، پاک نیت تهرانی بود. کردی صحبت میکردم. حالا یه کسایی هم هستن که به عنوان مثلا کارشناس لهجه یه چیزایی میگن که خود اونام زیاد بلد نیستن. من شاید قسمت اول این مجموعه تهیه شد، بعد یه دوستی داشتیم که ما سربازی با هم بودیم، کرمانشاهی بود. این اومده بود اصفهان، تصادفی ما به این برخورد کردیم. بسیار آدم محترمی بود. من گفتم که بیا ببین که این کار ما شد. بعد که به سراشید شد دیدم داره اصفهانی حرف میزنه با من، اصفهانی صبح جمعه‌ای. بعد گفتم که چرا کانال عوض کردی؟ گفت که من چه جوری اصفهانی صحبت کنم؟ گفتم مسخره. گفت خب تو هم داری مسخره کار من چیز میکنی، چرا این کار میکنی تو؟ شخصیت داره از بین میره که بعد عوض شد دیگه. ما شدیم همون اصفهانی خاصو در کنار استاد پاک نیت هم کار کردیم و کارم بعد نشد. آقای صدری الان چی کار میکنی؟ الان نمیزنی بیکار. به جز هفته ای 2 تا برنامه رادیویی که دارم، کار خاصی ندارم. برنامه بهشت ثانی رو دارم کار میکنم، روزای یک شنبه و 3 شنبه 8 و 5 دقیقه بعد از ظهر پخش میشه. محله های اصفهان رو با به اصطلاح گویش اصفهانی کامل دارم میگم. و تا چند سال پیش یه سری کار کشاورزی داشتم که به دلیل اینکه آبی در کار نیست که اونم متوقف شد، زمین ول و وادرا و یعنی کشاورزی میکردین؟ بله. که نه خودم کار کنم و کارگر داشتم بالاخره. من حالا گفتید مدیریت شما همه جا مدیر رو کردید. بله. استاد صدری شما مدتی از صحنه فاصله گرفتید. آیا خودتون این فاصله رو گرفتین یا صحنه از شما فاصله گرفت؟ ببینید صراحتاً هیچ وقت یک کسی که علاقه هنری داره، با صحنه خو کرده، انس گرفته، به میل و رغبت خودش صحنه رو ترک نمیکنه. ولی برخوردها، کم توجهی ها، ولی نه فاصله نگرفتم. الانم امکان باشه حاضرم فعالیت کنم. حالا پام مشکل داره، مثلا من در آخرین کاری که حالا 1-2 سال پیش کار کردم و نقش معاویه رو در یک مجموعه کار میکردم، وضعم از حالا بدتر بود. و اصلا اون وقت هم معاویه چیزی دستاری داشت، با اون حرکت میکرد، کارمون رو انجام میدادیم و راضی هم از کاری که انجام دادم. ولی خب بچه نوع برخوردها باعث شد که این فاصله ایجاد بشه. فیلم سینمایی کاروان ها رو کار کردین، یه کار بین‌المللی، آنتونی کوین و حالا بازیگران بسیار سرشناس در اصفهان هم کار شد. بله. بازیگران تهرانی هم داشت. خیلی ها بودن. دیگه کیا بودن؟ ببینید غریب افشار، اون سکانسی که من بازی میکردم، من یه قاضی محلی رو بازی میکردم و
مرحوم پرویز شاهینخو ولی دم بود، یعنی یک کسی به قتل رسیده بود و شاهینخو پدر اون بود. این باید حکم قصاص رو اجرا بکنه. من به عنوان قاضی روحانی صحنه بودم که اتفاقا 4 محافظ داشتم. محافظا یکیشون کریم پورزارعی بود، احمد کاشانچی بود، کامران باختر بود، هادی مقدم هم یه زمانی مثلا تو سر بداران جزء اینا که من اولین دیالوگم با پرویز بود. میگفتم که حکومت با این محاکمه کاری داره؟ حکومت با این مرد کاری داره؟ نه، حکومت با این قاتل کاری نداره. ببندینش به چارمی. بعد از این سکانس آقای بهروز وثوقی بود که به نظرم سرگرد بود. من یادم ایشون نشسته بود روی نیمکتی، من از این دوربینای لوبیتر 2 بود دستمون بود، گفتم که استاد اجازه میدید یه عکس بگیریم، حتی حرکتی سرم انجام نداد. حالا این اتفاق افتاد با آقای آنتونی کوین، من اینجوری کردم اوه یس اوکی، اومده خلاصه مقالمون که ماچمون هم کرد. چه خوب. گوش میدی؟ پس این نگاه تهران به اصفهان خب هست، حالا هم همینطوره، اما شما این هنرپیشه جهانی بین المللی چقدر قشنگ برخورد میکنه با مهدی باقربیگی. آقای جنبش سلطانی هنوز در ارتباطین؟ نه خیلی کم دیگه، فرصت ها پیش نمیاد. یه سریالی کار کردیم با آقای آتش زمزم که سیمین، نه سریال سینمایی به نام خاتون، سریال تلویزیونی به نام خاتون که من رئیس بیمارستان بازی میکردم، پزشک بودم. مرحوم استاد حریصیان در واقع بیمار ما بودن و مهدی باقربیگی نقش پسر مرحوم حریصیان رو بازی میکرد که اون کارو بعد از این با هم بودیم. بعدم خب سریال سیمینم من با آقای آتش زمزم کار کردم که یک کار بسیار عظیم راجع به زاینده روده و علل خوش شدن زاینده رود رو ایشون اومده بود تا فیلم توقیفه و اجازه نمایش نداره. این همه آبی که از طریق زاینده رود میمد اینجا، وقتی میرسید به این باطلاق گاوخونی انگار این چاه مجنونی دیوونه همه آبا رو میبری. اما افسوس و صد افسوس که دیگه نه از زاینده رود اثری هستا نه از باطلاق گاوخونی. هنر چی به شما داد و چی ازتون گرفت؟ هنر جهان بینی رو تقویت میکنه و تغییر میده، نوع نگرش رو به جامعه. حضرت مولانا میفرماد که ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. هنرمند هرگز برون نگر نیست، ظاهر رو نمیبینه، عمق نگره. مثلا فرض کنید داره بارندگی میشه، یه آدم عادی، یه عامی میگه کوچه گل آلود میشه، الان میخوام برم خونه، کفشم گلی میشه، لباسم گلی میشه. در حالی که هنرمند میاد همون وقت که داره باران میاد طبیعت رو نگاه میکنه، صحرا رو میبینه، دشت رو میبینه که حالا این دشت بارور میشه، این کوه ها، این بوته ها سرسبز میشن، خرم میشن و داره اونجوری نگاه میکنه به جامعه. یه هنرمند در عصر حاضر مثلا خیلی از مسائل سیاسی به وجود میاد که شما میدید عمدتاً بحث مالیه، ولی خب هنرمند اینطوری فکر نمیکنه. شما خیلی کم میبینید هنرمندان اصیل متعهدی که سرمایه دار باشن، یه نونی میخوره، یه خونه داره توی زندگی میکنه، حالا یه قارقارکی داره باش کار میکنه، ولی به تجارت نرفته و نمیره. ببینید بحث این که
کسی هم نیست که بیاد حالا مثلا برای کار تئاتر ارزش قائل بشه بگه آقا شما این کار تئاتری که انجام دادید این کار الفه، ما به عنوان دولت به عنوان ارکان دوستدار هنر ملی و میهنی اینقدر پول میدیم به این کار. نه تنها یک قرون هم نمیدن بلکه میاد میگه این سالونی که ما در اختیارت میذاریم شب اینقدر باید بده پرداخت. خب این خیلی ضربه میزنه و خیلی از کسانی که حالا تو زمینه طنز هم توانایی خاص دارن میترسن، میگه آقا من بیام این کار انجام بدم شبی فلان قد باید به سالن بدم. من یادمه تئاتر 3 شب راحت داشتیم کار میکردیم، یه کار بسیار ناب با نویسندگی و کارگردانی ابراهیم کریمی اسطوره تئاتر کشوره به رحمت خدا را. حالا تماشاچی سالن پر نمی‌کرد، حالا هرچند که یه تعداد تماشاچی خاص داشتیم، حالا بیا این کارو بذار طنز، یه دم وای میسن. من آقای صدری توی سیاوش استاد کریمی بودم. بله تئاتر سیاوش همینجا در همین سالن اجرا می‌کردم. البته من در پشت صحنه یه سری فعالیت‌هایی روی دکور داشتم، پوستر داشتم و بله خاطرم هست که چه دردهایی استاد زندیات کریمی کشیدند و یه لحظه گفتین خاطرات زنده شد. آقای صدری شما الان سلبریتی هستین؟ ببینید اصلا یک چندشی داره برام این عنوان. بارها به من مثلا حالا فرض کنید یه وقتی آقایی از دوستان مدرسه ما بود، من اینو دیدمش گفتم فلانی تو، بالاخره اومد و گفت که میترسیدم صدا بزنم آخه شما سلبریتی هستین. گفتم مدرسه سلبریتی چیه؟ افتخار میکنم بعد از 40 سال تو رو دیدم. حالا از عنوان سلبریتی اصلا یه چیزه، ببینید بعضی یدک میکشن برای منفعت طلبی. ما کاری به این عناوین نداریم، ما داریم زندگیمون رو میکنیم. آخه هنرمندی که نتونه مشکل جامعهش حل بکنه، کاری برای جامعهش انجام بده، این حالا من میگم بالاخره چند تا کار سینمایی تلویزیونی کردیم، اینها در دیرینه هنری ما سابقه است میمونه. بعد از اینکه حالا بالاخره امروز فردایی ما ناجان بانگی برآمد خواجه مرد اتفاق افتاد، بیان بگن خب این، و متاسفانه در مملکت ما هم عادت همینه، هنرمند تا زنده است کام بارش نمیکنه. من سکته کردم و به طور حالا غیر مستقیم به اطلاع خیلی هم مسئولین رسید ولی یکی چکش نگیست، در حالی که ببینید ما انتظار داریم از مسئولینمون بابا جون، ما برای مقام شما، برای پست شما که مدیر کل ارشادی، من تلاش کردم که تو این پستت رو محکم نگه داری، تو برای من چیکار کردی؟ و مسئله معروفی است که میگه از دل برود هر آن که از دیده برود. حالا من اینو از مسئولین انتظار ندارم، چون میدونم اصلا اهلش نیستن که بیان مثلا یک هنرمندی که حالا مریض افتاده برن ایادتش رو سر بزنن. خدا رو شکر حقوق بازنشستگی داریم باش زندگی میکنیم، خدا رو روزی 100,000 کرو شکر میکنیم که نیازمند مسئول نیستم. ولی صحبتم با همسنفیای خودمه، هنرمندانی که مثل من تو هم یه روزی میفتی مریض میشی درگیر میشی و این سوال برات هست که چرا کسی سراغت نمیاد؟ چرا کسی نمیگه صدری کوش؟ خیلی از دوستان ما الان تو خونه افتادن که سرشون نمیزنه. یه نکته گفتین که مسئولین به خصوص مسئولین فرهنگی بی توجهی میکنن، بی مهری میکنن به اهالی هنر. اگه بخواین یه توصیه‌ای بکنید بهشون، اگه بخواین نکته‌ای بهشون گوشزد کنید چی میگید؟ تنها چیزی که میشه گفت که یه جوی آب نگاه کنید، روی این جوی آب یه جلبک هایی میگیرید میاد حرکت میکنه،
شتاب دارد با شتاب آب اینا حرکت میکنن. ته این جوب یک سنگایی هست که اینا مقاومه ایستادند، دائمی هستند. اینها باید بدونن نقش این جلبه کار دارن. این نقشی نیست که برای شما دائمی باشه. بدونید که از این نقش میتونید به بهترین شکلی استفاده بکنید. محبت هایی که به زیر دستتون میکنید، کمک هایی که میکنید. ببینید یه وقتی هست که یه مدیر کل ارشادی میاد و برای خود شیرینی یه بودجه هنگفتی رو برمیگردونه به تهران. ببینید من چه میخوابیم، ببینید من چه مدیر شایسته ایم، من میخوام این میزه نگه دارم. اما یه مدیری هم هست که نه، سعی میکنه اونی که از هزینه بکنه و 10 برابرش هم بگیرد، بازم هزینه کنید برای بچه. آقا بیاین تئاترایی که در سطح شهر به جایی رسیده که اجرا بشه، بگین آقا 10 شب اجرا برای ایشون، 10 شب برای اون گروه، 10 شب و این سالن تقسیم کنید. نه اینکه بیاین پول بگیرین از اینا که بیاد مثلا فرض کن یکشون بره وام بگیره بیاد سالن اجاره بکنه. این چه معنی داره؟ مثلا چرا باید سالن رو شما اجاره بدید؟ این سالن مال کیه؟ میاید به یک پیمانکار پیدا میکنید، مجموعه رو به پیمانکار اجاره میدید. پیمانکارم همین سالن که حاصل خون و عرق ریزی این جوان هنرمنده رو به خودش اجاره بدید. مال کی اجاره میدی؟ حق کی اجاره میدی؟ مگه ما بودجه نداریم؟ مگه این مملکت سرمایه نداره؟ این همه روی اقیانوسی از نفت داریم قدم میزنیم، آیا حق ما نیست که 10 شب سالن 20 شب سالن به ما اجازه بدن برای یه کار هنری ماندگار؟ بعد چه ببینید من میگم دودش تو چشی خودتون میره. بالاخره 4 دیگه شما تو این جامعه میخواین زندگی بکنید، نمیخوای از این خیابون که رد شدی یکی بگه سلام علیکم، نگاه اینجوری بهت میکنم جد آره بابا دنبالی کاره. اینا بندگان میزند، بندگان صندلی مدیریتن، نه آدمایی که بیان احترام قائل بشن برای زیر مجموعه خودشون. یادشون باشه که روزی باید جواب این مردم رو بدن. مثلا فلان مسئول میگه که به زودی ما قیمت ها رو برمیگردونیم به قبل از جنگ 12 روزه. همون روز نون سنگک میشه 30,000 تومان. من بازنشسته باید قناعت کنم و میکنم و زندگیمو به شکلی ادامه میدم که نمونم توش، ولی خوب نیست. یه مقدار باید کمک بشه. آقای صدری عزیز، اگر یک آینه بگیرن جلوی شما، به عنوان آخرین سوال، اگر یک آینه جلوی شما باشه که حالا دوربین روبروتون در واقع میشه آینه شما، خودتون به خودتون یک جمله میخواید بگید، میگم کاش که صدری سراغ هنر نمیرفتی. من اگر رفته بودم تو کار پزشکی، حتی مهندسی کشاورزی، حتی یک کار ساختمانی، مهندسی ساختمان، موفق تر بودم تا اینکه مثلا حالا بشم صدری. به خودم میگم کاشکی به جای هنر پزشکی رو انتخاب میکردم. این چیزی که حالا من باید به خودم که این روبروه بگم اینه. قربونتون برم، خیلی ممنونم از حضورتون و محبتی که به ما کردین. در کنار استاد صدری عزیز فهمیدیم بعضی آدما فقط بازیگر نیستند، تاریخند، حافظند، روایتند. و امروز از دورانی گفتیم که صحنه با عشق روشن میشه، تئاتر با دست خالی اما دلی پر ساخته میشه و فهمیدیم این شهر چقدر هنوز وامدار نسلیه که با صداقت روایت کرده و فراموشی فقط وقتی اتفاق میفته که روایت ها گفته نشن. اینجا نقطه هنره، جایی برای گفتگو با هنرمندانی که ساده موندن اما عمیق موندگار شدن. تا بعد.